عادت نداره کلاس که نمی از اون کسا پورا میکنه نمو یک دو قاعده را ترتیب نمیکنه. خیلی خوب برادر صابر تشکر زیاد. انشالله که در آینده باز همین خیلی داخل میشین هم صحبت میشین در هر یک برنامه. ما میبینیم شما خیلی فعالین. زنده باشی خدا نگهدار باشه. برادر قربانی بفرما. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مردم شریف تاجیک خیلی نمیدونیم برادر چی بگیم. همینجا سبب همینجا بر اومدن خودت برادر خیرو برای چی مقصد بود؟ ما یوتیوب تماشا داشتم که خیلی چی بر اومد پریامای افی بر اومد پریامای افی بر اومد بعد در اومدم بعد آدما را تماشا کردم یک کس زنگ زدم که چی خیلی میشه و با یک زور مایده در اومدم با یک قینی یکی که در یوتیوب درومستم پریامای افی درومستم. نه بسیار کار خوب کردی. دفعه دیگه همی یکی بر اومدن بگیرم. سببش من بگم که سوالتون جواب بدم. سبب در اون بودی ما صمیمی برای نیک احوالی انسان ها این شهروندا کوشش میکنم بچه زورت میگم کار بکنم. همین وقتای اخیر یک دو سال اخیر هنمیشانی من فکر میکنم که همین آدم ها را همین جوان ها را از همین راهی که چیشون کسین جلسون همین را بگردونم همین اوجه پروسس های کاری من میشوه. همین نیک احوال انسان های زیرو جوان ها جوان ها که با آسانی با شما شامل کشیدن یک لحظه در تاجیکستان و اوجه چی دارن؟ جنایت کردن یعنی یک لحظه تمام فهمیدیم جواب ما گرفتیم. آیا در تاجیکستان تو دعوی داری که در تاجیکستان امنیت هست؟ آیا آزاد سخن گفتن امنیت داره؟ این چی معنا داره که تو میگوی در تاجیکستان اینها را زندان کردن؟ از فاصله های دور گپ میزنن. اینها هیچ وقت پراتیف دولت نه، اینها حق خودشون طلب دارن. اینها جای کاری طلب دارن در تاجیکستان. بچه یاشان عصبی میشوند دشنام کدستان اخی پیشوای ملت دشمن ایش دشمن میکنن. همین دشنام جنایت هم در تاجیکستان. خیلی یک کس در جای قانون آمادگی که نمی دشنام جنایت هست. در تمام دنیا دشنام جنایت هست. از تربیت میکنی یک کس اوجه همین چیز جنایت هست. نه من بیا تمام فهمیدم. دیگه سوال همین ایواز کردن حکومت در اقتصاد چی زیان داره که همین خود دعوا داره که صبر کنیم خوب میشود. ما میخوایم که حکومت ایواز شود یعنی رحمان قطع علوج بره و دیگه کس بیا در اقتصاد چی همون ضرر داره. خیلی ویبر در اشتراک کنید. ویبر هسته ویبر در اشتراک کنید. شخصا ما شاهد حالم که ویبرا دروغن. آخه شخصا من شاهد اون بودم که تاجیک و تاجیکستان یکم خدا و دویم هم پرزیدنت با همین جای نیک آورد. آخه من تو چیکار کرده؟ من چیکار کار نکرد زکون وایرون کرده است. چیکار کار نکرد قانون زکون وایرون کرده است. ما میخوایم ایواز شوه برای که یگان انسان در دولت دموکراتیک 28 سال حقوق نداره. اگر همون نوزنبیلا گوشیان گفت که خودش ساخته باشه وایا که خودش نساخته استش نه که حق نداره. همون قانون کانستیتوسیون تاجیکستان میگه که 2 سال هیچ که حق نداره. ما میخوایم ایواز شوه. همین در اقتصادی که تو خود ادعا داره که ما صبر کنه خوب میشه شما خیلی کنه مقصد تاجیکستان با چپا میشه. همین ایواز کردن در اقتصاد چی ضرر داره؟ در اقتصاد کیسه یکم ضرر میته. کریشوش که رفت یکم کار کردن نمیتونه نفهمیدید که کرده. برادر اصلا روزی تا ای بورا ما میگمش به دای بورا هم نمیگمش. اول همین سوال جواب بدم. همین که من خلق کرده خدا من ندارم. خیلی تاغه امکی یگان کارگر دولت. قسم نخور تو در سوال ما جواب بدی که چی ضرر داره؟ در نظر داشت همون چیزا من ندارم اصلا. یگان تاغه چی در کار؟ قایده ها کمند 3-4 قایده ترتیبش میکنی نه تاغه در کار. تو اول در سوال ما جواب بدی داوش میگذاریم. داوش ما تکذات میکنیم که دوری تو در این سوال جواب بدی. اول
ندارم خیر الله رحمت آباد کرد، تاجیکستان طلایی کرد، معاشای 1500 دلاری. تاجیکستان چراغان در زمین تیاپلیپال همه گرمی دارن، همه تنجای برو تمام. باید کسی بیاد خدمت کنه. برو تمام. چی ضرر میاره در اقتصاد؟ مطابق قانون دموکراتی 5 سال بسته برو. چی ضرر داره در اقتصاد؟ فکر شما یک نمیدونم. فکر شما. فکر تا گفتن نمیتونی. میگو که من آزادم. درباره پرزیدنت میگن فکر تا آزاد گفتن نمیتونی. در زمانی که نیزکون هم داشتگی فکر تا یک چیز ما نداری نرفته از گپ قانون قبول کرده تاجیکستان رفته است. تو موافق قانون میتونی فکر تا بگویی. امی آدم نامینادار اگر $1,000,000 اگر اویلک شوه باب میگه که $2,000,000 طلب میکنه. انسانیت همین بگیرن اگه هم بگیرن گوش بگیرن اگه کانسوت ایواز کنه نوخی بگیرن کانسوت را ایواز کنه نوخی در تاجیکستان نام دموکرات را نگیرن نوخی نام میناداری بگیرن که اگه سیدیاش مونه نوخی پریچون میناداری آقا شهران قراری موافقی کانسوت گپ زدن نتونسته بو میگو که آزادیم موافقی کانسوت حقی تا گپ زدن نتونسته. آقای قربان علی چی گپ زنم بگو من گپ میزنم. من یک لحظه نه آخه من روز سوال داده سمتی موافق قانون همه ایواز شوه چی ضرر میاره در اقتصاد؟ ضرر برادر قربان علی من یک چیز برای شما بگم، این بهتر از اون کسایی هست که اونها میبرن ما را سنگ میزنن. این که حال مثلا چیزی که نگفته است، فقط هر جایی که میآید فقط جوابش برای ما را میگه برادر مرا بفهمین من نمیدونم. اما اون چیزایی که ما میخواهیم، ما آبادی برای مردم میخواهیم، مکتبی خوب میخواهیم، جای کاری خوب میخواهیم. آیا شما فکر میکنه که چی بکنیم نمی کروروخیه که بس یک لحظه بکنیم خب این زمانه که بودجت کشور در دست ما میخوره ما میکنیم، مسئولیت در دست ما میغلطه ما میکنیم. الان من حق ندارم تو را بگم که تبخی بکه برای ملت. اون حکومت نلاگ میگیره. حکومت به نام ملت میلیون ها در وقت کرونا ویروس آمد، قبل از او تریلیون ها از بیرون به نام قرضی دراز مدت آمد. اینها همش اینا غارت شده رفتن، روزهای کلان هستند. خب به هر صورت برادر قربان علی خیلی صحبت کردید و خواهش میکنم که در آینده اخیران سخن ما بگو برادر، اخیران سخن ما بگو 20 مکتب هر سال شده است